کسی که نامزاد است، برادران همیش نامزادی ها را تیر کردن. کسانی که تیر نکردن خوشحال از قصه نامزادها خبر باشن. نامزاد که 12 شام که زنگ میزنه که بیا که پدرم یک جای رفت، بیچاره جوان خوش نمیبره، برابر است که مکمل روز سفرم کرده باشه، راهش خطرم بوده باشه، حرکت بکن دیگه، لغتم خوش حرکت میکنی میدوی. به خاطر چی؟ دوستی است. این شریعت هم میخواهد. شریعت هم این موضوع تقاضا در بین زن و شوهر محبت ها بوده باشه، صمیمیت بوده باشه، وفا بوده باشه، اخلاص بوده باشه، عهد و پیمان زن و شوهری بوده باشه. این خود موضوع لازم است. سبحان الله که دارید، این خود دارید در برابر نامزاد، در برابر بالاخره همسرتان الحمدلله وفاداری ها هست. لایکی